اگر شخصی از طریق پیام تهدیدت کرد یا اینکه جلوی جمع دوستانت بگه حسابتو میرسم، بدون که قانون اینو خیلی جدی میگیره. تهدید یعنی ترساندن دیگری برای وارد کردن ضربه و ضرر، افشاگری یا ایجاد رعب و وحشت، چه حضوری، چه تلفنی، چه پیامک، حتی اگر تهدیدش رو عملی نکنی. تهدید حتی از طریق اپلیکیشن های اینستاگرام، تلگرام، واتساپ مثل تهدید حضوریه و قابل شکایت و پیگیریه. اگرم کسی روبرود بهت بگی میزنمت، میکشمت، آبروتو میبرم، حتی اگر عملی نشه باز هم مصداق تهدید و قابل مجازات. قانون برای جرم تهدید شلاق یا حبس در نظر گرفته. برای رسیدگی به شکایت، اسکرین شات پیام، صوت و ویدیو و شاهد، همه اینها مدرک معتبرن. بزرگترین اشتباه اینه که پیام‌های تهدیدآمیز رو پاک کنید. این کار باعث میشه که کارت سخت بشه و نتونی دیگه دعوات رو اثبات کنی. اگرم کسی تهدیدت کرد که بهش پول بدی، این میشه تهدید به اخاذی و مجازاتش سنگین تره. سریع به همراه مدارکت به اداره پلیس مراجعه کن و شکایتت رو ثبت کن. و از وکیل دادگستری هم راهنمایی بگیر. شکایتت ارجاع میشه به دادگاه و به دعوات رسیدگی میشه. پس یادت باشه که تهدید شوخی نیست. قانون برای حفاظت از تو هست. این ویدیو رو بفرست واسه هر کسی که لازمه بدونه تهدید فقط یه حرف ساده نیست، جرمه.